چطورید بچه‌ها؟ من بولیکسم و خیلی خوش اومد به ویدیو آموزشی دیگه. امروز توی این ویدیو قراره بهتون 0 تا 100 دانلود هر فایلی رو بهتون بگم. اگر که توی دانلود به مشکل برمیخورید یا مثلا چیزی رو که میخواید و نمیتونید دانلود کنید، این ویدیو مختص شماست. تا آخر ببینید این ویدیو رو و اینکه کامنت و سابسکرایب و لایک این ویدیو هم فراموشتون نشه. قبل از همه چیز باید بهتون بگم که شما برای دانلود هر چیزی نیاز دارید به مرورگر، که مرورگر مایکروسافت ایدج و این یارو فایرفاکس هیچ به درد نمیخورن. یعنی شما اگر که تا الان با اینا دانلود میکردید در واقع داشتید وقت خودتون رو هدر میدادید. شما باید مرورگر کروم رو نصب کنید داخل صفحه دسکتاپتون. حالا چجوری میتونید اینو دانلود کنید؟ وارد مایکروسافت ایدج میشید. حالا مایکروسافت ایدج هم نداشتید، تو همون صفحه اینترنت میتونید ارزم به حضورتون سرچ کنید و اینجا سرچ میکنید گوگل. من یه لحظه فارسی کنم، گوگل کروم. بعد از اینکه اینجا سرچ کردید گوگل کروم، اینجا اولین سایت براتون سایت خود گوگله که از اینجا میتونید نصب کنید و وارد دسکتاپتون کنید. حالا ما کروم رو باز میکنیم و شما برای دانلود هر چیزی، یعنی برای باز کردن هر چیزی، نیاز دارید به نرم افزار وینریر که فایل‌ها رو بتونه فرمتش رو بخونه و براتون باز کنه. و شما برای دانلود نرم افزار وینریر میاد داخل گوگل کروم و اینجا سرچ میکنید دانلود وینریر رو که بزنید، اینجا همونجوری که میبینید براتون وینریر رو آورده. و شما برای دانلود اکثر چیزهایی که داخل دسکتاپتون نیاز دارین، بهترین سایت از نظر من سافت 98 که خیلی سایت خوبیه، هر چیزی رو که میخواید و داره. و عرضم به حضورتون که همین. اینجا وارد سایت میشید، میاد یه مقدار پایینتر اینجا نوشته نسخه انگلیش ویندوز که شما با توجه به حالا سیستمتون یکی از اینا رو انتخاب بکنید و دانلود بکنید. بعد از اینکه دانلود کردید و نرم افزار وینریر رو داخل دسکتاپتون اجرا میکنید و اونجا پسوردش رو میزنید. برای مثال حالا من برای اینکه بهتون نشون بدم یک چیزی رو حالا چجوری مثلا خیلی راحت دانلود کنید، الان من یه دونه مثلا موس کلیکر دانلود کردم، میارم اینجا داخل فایل شخصیم. همونجوری که میبینید فایلش اینجا اومده، کلیک راست میکنید روش و گزینه هاشو براتون بالا میاره و گزینه اینجا نوشته ارزم به حضورتون Open with WinRAR رو میزنید که اگر که فایلتون اپلیکیشن باشه این صفحه بالا نمیاد. وقتی کلیک راست رو زدید Extract Here رو میزنید و اینجا ازتون یه پسورد میخواد. خب پسورد رو شما از همون سایتی رو که دانلود کردید، برای مثال از سافت 98 اگر که دانلود کردید، اینجا باید وارد سافت 98 بشید، پسورد فایل اینجا زده، کپی میکنید، میایید داخل فایل های شخصی اینجا و اینجا پیست میکنید و اوکی رو میزنید. و الان ارزم به حضورتون همون جوری که میبینید اینجا برای من اپلیکیشن اوتو کلیکر رو اوورد بالا به همین سادگی.